واکنش ملل متحد به تصمیم تازه پاکستان. مهاجران افغان از قانون اطاعت میکنند. سازمان ملل به اظهارات وزیر داخلی پاکستان مبنی بر اینکه شهروندان افغانستان سر از سال نو نمیتوانند بدون اجازه در اسلام آباد زندگی کنند واکنش نشان داده و گفته که این مهاجران از قانون پاکستان اطاعت میکنند و باید به وضعیت آنان از دید بشردوستانه نگاه شود. مقام های بریتانیا و قطر در مورد افغانستان گفتگو کردند. اندرو مک‌کوبری نماینده خاص بریتانیا در امور افغانستان با فیصل بن عبدالله آل حنزاب نماینده ویژه و وزیر امور خارجه قطر در دوحه دیدار کرده است. وزارت امور خارجه قطر در خبرنامه روز پنجشنبه گفت که دو طرف در مورد موضوعات مورد علاقه مشترک به ویژه آخرین تحولات سیاسی، امنیتی و بشری در افغانستان گفتگو کردند. پاکسازی 26 جریب زمین از کشت چرس در ولایت بدخشان. ریاست امن عامه وزارت امور داخله میگوید که نیروهای این ریاست 26 جریب زمین را در ولسوالی جرم بدخشان از وجود کشت چرس پاکسازی کردند. گفته شده که کمپانی محو کوکنار و چرس در تمامی ساحات ولایت بدخشان جریان دارد تا از کشت کوکنار و چرس جلوگیری صورت گیرد. شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی در دیدار با بدرالدین مولانا سفیر جدید امارات اسلامی در امارات تاکید کرد که این کشور متحد به حمایت از مردم افغانستان است تا به اهداف خود در زمینه ثبات، توسعه و پیشرفت دست یابند. شکست تیم ملی کرکت 19 سال کشور در برابر تیم بنگلادش. تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان در نخستین بازیش در جام ملت‌های آسیا با تفاوت 45 دوش در برابر تیم بنگلادش شکست خورد. شاهراه سالنگ دوباره بر روی رفت و آمد باز شد. وزارت فواید عامه میگوید که شاهراه سالنگ به دلیل برفباری ها پس از چند ساعت مسدود بودند دوباره بر روی ترافیک باز شد و رفت و آمد در این بزرگراه به صورت عادی جریان دارد. این وزارت گفته روند نمک پاشیدن در شاهراه سالنگ جریان دارد و از شهروندان خواسته که در هنگام سفر در این شاهراه از احتیاط کار بگیرند. استرداد هزاران جریب زمین دولتی از نزد غاصبان در هلمند. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت هلمند میگوید که هیئت این ریاست در 2 هفته گذشته هزاران جریب زمین دولتی را از نزد غاصبان پس گرفته است. امارات اسلامی از تاجران افغان مقیم ترکیه خواسته به افغانستان بازگردند. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت در جریان سفر خود به ترکیه و شرکت در نمایشگاه حلال با جمعی از تاجران افغان مقیم آن کشور دیدار کرد و آنان را به بازگشت و سرمایه‌گذاری در افغانستان دعوت کرد. عزیزی در این دیدار با تاکید بر بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان خاطر نشان کرد که شرایط برای فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در افغانستان مهیا شده است و از تاجران افغان خواست با اعتماد به امنیت و ثبات موجود در افغانستان سرمایه‌های خود را به افغانستان منتقل کرده و در روند بازسازی و توسعه اقتصادی مشارکت کنند. زلنسکی از واگذاری قسمت‌های اشغالی اوکراین به روسیه در صورت قرار گرفتن زیر چتر ناتو خبر داد. رئیس جمهور اوکراین برای اولین بار از واگذاری موقت بخشی از سرزمین اوکراین به روسیه سخن گفت تا جنگ پایان یابد به شرطی که چتر ناتو بر فراز قلمروی که کیف در اختیار دارد گشوده شود. ولادیمیر زلنسکی گفت این به معنای عضویت کامل اوکراین در ناتو نیست. میدان هوایی و تمام راه‌های منتهی به شهر حلب سوریه بسته شد. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع نظامی گزارش داده است که دولت سوریه میدان هوایی شهر حلب و تمامی مسیرهای منتهی به این شهر را مسدود کرده است. پیش از این هیئت تحریر شام گفته بود که به مرکز شهر حلب دسترسی پیدا کرده است. بر بنیاد این گزارش روسیه متحد به ارائه کمک‌های نظامی به دولت سوریه شده که این کمک‌ها احتمالاً ظرف 72 ساعت آینده به سوریه خواهد رسید.